سلام و وقتتان بخیر. ملل متحد میگوید برای کاهش خشونت در افغانستان تلاش‌هایش را دوام خواهد داد. نماینده خاص این نهاد در دیدار با محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه در مورد پروسه صلح بحث و گفتگو کرده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی یک کمپاین ملی را علیه جنگ آغاز کردند. اینان با راه اندازی یک هشتگ علیه جنگ از دو طرف درگیر خواستار آتش بس دائمی شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله میگوید آن از متنفذین قومی بازداشت شدند که با میانجیگریشان پست‌های نظامی به طالبان تسلیم شده بود و افزوده است که تسلیم کردن پست‌ها با میانجیگری متنفذین قومی خلاف اصول نظامی است. سفارت پاکستان در کابل به دلیل شیوع ویروس کرونا به طور موقت توزیع ویزایشان را تعطیل کرد. سفارت پاکستان گفته است به تاریخ 17 جون با ارزیابی وضعیت کرونا درباره آغاز دوباره توزیع ویزا تصمیمشان را اعلان خواهد کرد. و محمود خان اتکزی رهبر حزب ملی پشتونخوا از پاکستان خواسته تا از دست اندازی در امور افغانستان خودداری کند و گفته است اسلام آباد از گروه‌های هراس افغان حمایت می‌کند.